سلام و نور به همه شما عزیزان. خوش اومدید به دوره خلق با قانون جذب. قرار بود این دوره رو به صورت یک دوره مجزا با بهای 50 میلیون تومان به فروش برسونیم که همونطور قول دادم و دیدم استقبالتون عالی بود. همه شما عزیزان مهمان آقا امام حسین علیه السلام هستید. قبل از هر چیز میخوام به شما تبریک بگم از اینکه به خودتون، به خواسته هاتون، به مسیر روحت بله گفتید. ممنونم ازتون. باعث افتخار منه که در این سفر عمیق و قدرتمند کنار شما باشم و تو این مسیر همراهیتون کنم. من علیرضا قروی، مربی، راهنما، همراه شما در مسیر رسیدن به کوچکترین و بزرگترین رویاهاتون هستم انشالله و واقعا خوشحال و سپاسگزار و هیجان زدم چون میدونم چه اتفاقاتی در انتظار شماست. این جلسه اهمیت بسیار زیادی داره. اون رو مثل گرم کردن بدن قبل از یک تمرین حرفه‌ای در نظر بگیرید، چون هنوز وارد جلسه اول نشدیم. امروز قرار یاد بگیرید این دوره دقیقاً چجوری پیش میره، چطور میتونید بیشترین نتیجه رو ازش بگیرید. اول میخوام چند تا نکته رو با شما عزیزان در میون بذارم تا بدونید در ادامه مسیر چه چیزی در انتظارتونه. چرا باید این دوره رو با من بیاید جلو؟ اگر واقعا میخواید بیشترین بهره رو، بزرگترین نتایج رو از دوره‌های من و به خصوص این دوره‌ای که دارم به صورت رایگان مهمان امام حسین هستیم علیه السلام هستیم باهاتون به اشتراک میذارم، اگر میخواید بالاترین نتیجه رو بگیرید، مهمترین تصمیمی که باید بگیرید اینه که متعهد باشید و تو این مسیر حضور داشته باشید برای خودتون، برای نسخه آینده خودتون. همون کسی که آرزو داره شما امروز این تصمیم جدی رو بگیری، همون نسخه‌ای که امیدوار شما تا پایان این مسیر ادامه بدید، تمام درس‌ها و جلسات رو ببینید، هیچ جلسه ای رو دوستان رد نکنید. اگر لازم شد دوباره ببینید، گاهی ویدیو رو متوقف کنید، به عقب برگردید، دوباره گوش کنید، نکته ها رو یادداشت کنید و اجازه بدید هر آموزش واقعاً توی وجودتون بشینه. چون هر جلسه فقط میدونی انتقال اطلاعات وجود نداره، توی هر جلسه بخش‌هایی از کار عمیق درونی یا همون کار روی روح شما وجود داره که لازمه که خودتون انجامش بدید. من بهتون مسیر رو میگم، قدم زدن تو اون مسیر، پیاده کردن اون تمرین‌ها با خودتونه. در طول دوره هم تمرین‌های وجود داره که بهش فعال سازی من میگم. این تمرین‌ها برای این طراحی شدن که ذهن و توجه شما رو درگیر کنن، کمک کنن که اون چیزایی که یاد گرفتید رو در عمل به کار بگیرید. اگر با دقت اونها رو انجام بدید، این فعال سازی ها رو، میتونید یک تجربه شگفت انگیز از این دوره داشته باشید. این دوره در مورد جذب کردن در سطح پیشرفته هستش. ما قدم به قدم جلو میریم، هر مرحله پایه مرحله بعدیه. کم کم تیکه های این پازل رو کنار هم میفهمید که چجوری قرار میگیرن و بعد متوجه میشید که از درون خودتون چجوری میتونید زندگی دلخواه خودتون رو انشالله بسازید. هدف این نیستش که فقط در مورد قانون جذب یه چیزی یاد بگیرید، هدف اینه که یاد بگیرید چجوری زندگی طراحی کنید که واقعا دوستان به معنای واقعی کلمه عاشقشید. هر شکلی که اون عشق برای شما داره اون رو میتونید خلق کنید. وقتی وارد جلسات، تمرین‌ها، فعالیت‌های درونی این دوره بشید، کم کم متوجه میشید که میتونید خواسته هاتون رو با آرامش، هماهنگی، جریان بیشتر با زندگی
دنبال کنید. فرقی نمیکنه که شما کارآفرین باشید، کارمند باشید، دانشجو باشید یا احساس کنید برای چیزهای خیلی بزرگتر تو این دنیا آفریده شدید. این دوره به لطف پروردگارم، به لطف نور اهل بیت علیهم السلام طوری طراحی شده که بتونید تغییرات واقعی رو توی زندگیتون تجربه کنید و قدم به قدم کیفیت زندگی، مسیر شغلی، جنبه‌های مهم زندگیتون رو ارتقا بدید. توی جلسات فرمول جذب کردن رو مرحله به مرحله بررسی میکنیم، از اینکه از کجا باید شروع کنید تا اینکه چجوری این مسیر رو باید ادامه بدید. همچنین من ابزارها، تکنیک‌ها، تمرین‌های مختلفی رو با شما به اشتراک میذارم که مخصوص همین دوره طراحی شده. در طول این مسیر نور خدا با مجموعه ای از تمرین‌های ذهنی و درونی آشنا میشید که هدفشون اینه که بهتون کمک کنن دید روشنتری نسبت به خواسته هاتون پیدا کنید، ذهن و توجهتون رو گسترش بدید، موانع ذهنی، محدودیت هایی که در مسیرتون ظاهر میشن رو بهتر بشناسید، به نسخه قوی تر، به نسخه آگاه تر خودت نزدیکتر بشی و در نهایت یاد بگیرید چجوری خواسته هاتون رو با تمرکز و آگاهی بیشتر هم خلق کنید هم دنبال کنید. ساختار این دوره هر چقدر بگم کم گفتم، بسیار ساده است. من ازتون میخوام قبل از هر چیز هر جلسه رو مشاهده کنید. من هم تصویری براتون آپلود میکنم هم صوتش رو، ولی تجربه به من نشون داده که بالای طبق آماری که گرفتیم 94% کسایی که از حرفامون نتایج به شدت بزرگ خلق میکنن کسایی هستن که تصویری به حرفای من گوش میکنن. اگر صوتی باشه که صوتی، ولی اگر تصویری باشه اولویتشون تصویری بوده. پس پیشنهادم اینه که حتما ویدیو رو اولویت قرار بدید. حتی اگه سرعت اینترنتتون یاری نمیکنه، صبر به خرج بدید و ویدیو رو حتما مشاهده کنید. بعد از پایان هر جلسه اینم دلیل داره، مثلا صوت رو ممکنه بریم داخل گوشیمون بچرخیم، بگردیم، تو ماشین گوش کنیم، ولی تصویر شما تمام تمرکزتون به من و به حرفای منه. انتهای هر جلسه یک بخش عملی سعی میکنم باهاتون در اختیارتون قرار بدم تا اون چه که یاد گرفتید و توی زندگی خودتون اجرا کنید. توی این دوره بچه‌ها زندگی به 9 حوزه اصلی تقسیم شده. خوب به حرفام گوش کنید و شما در طول این مسیر یکی از اونها رو به عنوان موضوع اصلی خودتون باید انتخاب کنید. این 9 حوزه چی هن؟ سلامتی، ثروت یا همون وضعیت مالی، روابط، ذهنیت و طرز فکر، احساسات، رسالت زندگی، اشتیاق و علاقه و چجوری بگم اون هیجان، خب، و تاثیرگذاری و آخریش نهمیش میشه معنویت. حالا شاید شما هر اسمای دیگه ای بخواید بذارید ولی این 9 حوزه اصلیه. از بین این 9 بخش یکی رو انتخاب میکنید و در ادامه دوره تمرین ها رو، آموزش ها رو با تمرکز روی همون حوزه پیش میبرید تا بتونید خواسته ها، اهداف مشخص خودتون رو تو اون زمینه روشن‌تر کنید و برای رسیدن به اونها برنامه ریزی کنید. خیلی این برام مهمه که یک موضوع رو انتخاب کنید، با اینکه امکان داره همزمان تو هر 9 حوزه نتایج فوق‌العاده‌ای خلق کنید، اما پیشنهاد من اینه که در طول این دوره فقط یک حوزه رو انتخاب کنید و تمام تمرکزتون رو روی همون یک حوزه بذارید. بعد از اینکه این دوره رو تموم کردید، هر زمان خواستید میتونید دوباره اون رو از اول شروع کنید و این بار روی یکی دیگه از بخش‌های زندگیت تمرکز بذاری. خب زیبایی این دوره در اینه که تمام ابزارها، تمرینایی که یاد میگیرید برای 9 حوزه زندگی قابل استفاده هستش. پس همین حالا
ازتون میخوام ویدیو رو استوب بدید، چند لحظه مکس کنید و از خودتون بپرسید تو این دوره مهمترین حوزه‌ای که میخوام روی اون تمرکز کنم چیه. نکته مهم بعدی اینه که یک دفتر مخصوص برای خودتون تهیه کنید. اگر از قبل دفتر یادداشتی دارید میتونید از همونا استفاده کنید، اما پیشنهاد من اینه که یک دفتر جدید و مخصوص این دوره رو تهیه کنید، دفتری که فقط برای ثبت تمرین ها، ایده ها، الهامات، نتایج این مسیر باشه. بذارید این دفتر فضای مقدس شما باشه، جایی که هر روز بعد از هر جلسه با خودتون، خواسته هاتون، مسیر درونیتون خلوت میکنید. واقعا نوشتن این که تو قلم بگیری دستت و روی کاغذ پیاده کنی، حسش و تأثیرش بی نهایت متفاوته. وقتی قلم رو روی کاغذ میذاری، پیادهش میکنی، انگار ارتباط عمیق‌تری با خودت برقرار میکنی. در طول این دوره هر بار که وارد جلسات، تمرین‌ها، فعالیت‌های درونی میشید، سعی کنید این حرفا رو به خاطر داشته باشید. در محیطی آروم باشید، بدون مزاحمت باشه، جایی که تلفن همراهت حواست رو پرت نکنه، رفت آمد نباشه، همش بتونی با تمرکز کامل به حرفای من فکر کنی و تمرینا رو انجام بدی. همچنین پیشنهاد میکنم که حتما به گروه این دوره بپیوندید. این گروه بچه‌ها برای کسایی که میخوان هم مسیرهای جدید پیدا کنن، تمرین ها رو اونجا قرار بدن و به هم کمک کنن، هرچه که منم اونجا حضور دارم. تا انتهای دوره این گروه پابرجا میمونه. این گروه خانواده شما در طول این مسیره. این گروه قدرت جذب و ایمانتون رو صدها برابر میکنه. یکی از سریع‌ترین راه‌های رشد، سریع‌ترین راه‌های تغییر و تحول توی زندگی اینه که در کنار افرادی باشید که مسیر مشابه شما رو دارن طی میکنن. چه هدیه‌ای بهتر از این که کنار افرادی باشید که مثل شما به رشد، موفقیت، ساختن زندگی بهتر علاقه دارن و از موفقیت شما خوشحال میشن، کمک میکنن، نظر میدن، نتایج میشنوید. بهای این گروه 5 میلیون تومان هست، اما شما تا 5 روز آینده میتونید با 2 میلیون تومان، اینم کمک من به شما، وارد این گروه بشید. خیلی از عزیزان از قبل، ما تو دوره‌های دیگه داشتیم اینو اطلاع رسانی کردیم، خیلی از عزیزان شرکت کردن. امیدوارم شما هم جز کسانی باشید که وارد این گروه سرشار از نور و هیجان و عشق و نتایج میشه. پس وارد گروه بشید، به همکارانمون پیام بدید، اسمتون رو ثبت کنید. بعد از اینکه وارد گروه شدید خودتون رو معرفی کنید، بگید چه کسی هستید، چرا تو این دوره شرکت کردی، تصمیم گرفتی که با من بیای جلو و بیشتر از همه برای چه چیزی هیجان زده هستید. پیشنهاد دیگه من اینه که این دوره رو با ذهن باز و کنجکاو شروع کنید. تمام انتظارات، پیش‌فرض‌ها، چیزهایی رو که قبلا در مورد رشد فردی، معنویت یاد گرفتید رو موقتاً کنار بذار. حتی اگر سالها روی خودتون کار کردید، دوره زیادی رو گذروندید، تجربه‌های معنوی زیادی داشتید، باز هم این مسیر رو طوری شروع کنید که انگار اولین بار با این مباحث روبرو میشید. اگر با این ذهن باز وارد بشید، ممکنه چیزهایی کشف کنید که اصلا انتظارش رو نداشتی. حتی ممکنه که دلیل واقعی حضور شما تو این دوره با چیزی که الان فکر میکنید کاملا متفاوت باشه. پس ازتون میخوام ذهنتون رو باز نگه دارید، بدون قضاوت، کنجکاو بمونید. در طول این مسیر میگم ابزار، تمرین، ایده ها، تجربه های مختلفی رو در اختیارتون قرار میدم. فرض کنید من هر بار یک وسیله جدید به شما میدم، یک بار یک کلاه، بعد چه میدونم یک کت، بعد یه جفت کفش، بعد وسیله های دیگه. در آخر دوره مجموعه ای از ابزارها در اختیار شما خواهد بود. بعد از اون این شما هستید که تصمیم میگیرید کدوم یکی از اینها با شما هماهنگه و میخواید اون رو وارد زندگیتون کنید. اما اگه از همون ابتدا به همه چیز بیای بگی که بابا من که این رو میدونم، این که به درد من نمیخوره قروی، این روش رو اصلا قبول ندارم، این چیه؟ خب اگر این حرفا رو بخوای بزنید دیگه
وقت خودت رو نگیر. فضایی برای تجربه کردن چیزهای جدید باقی نمیذاری. پس اجازه بدید اول تجربه کنید بعد تصمیم بگیرید. اوکی؟ در طول این دوره تمرین‌هایی وجود داره که من اونها رو اسمشو گذاشتم فعال سازی. فعال سازی چیه؟ از یه نظر شبیه مدیتیشن، شبیه تجسم هدایت شده هستش، اما نمیشه گفت 100% اینه. توی مدیتیشن آروم میشید، حستون، تنفستون به لحظه میرسید. توی تصویرسازی فقط چیزی که توی ذهنتون هست رو به تصویر میکشید. اوکی؟ اما تو این فعال سازی ها هدف اینه که چیزی رو که از قبل در وجود شما هست من اون رو بیدار کنم با کمک خودتون، فعالترش کنیم. هدف اینه که به حقیقت وجود خودتون نزدیکتر بشید، به خود واقعیتون، به اون بخشی از وجودتون که در عمیق ترین سطح که اسمش روحه نزدیکتر بشی. تو این تمرین ها چشمانتون بسته است و فقط به صدای من گوش میدید. تنها راهی که ممکنه نتیجه بهتون نده، نتیجه نگیرید، اینه که تمام این مدت به خودتون بگید که فکر نمی کنم این جواب بده، بعید میتونم برای من کار کنه. اما اگه با ذهنی باز، نیتی روشن و آمادگی برای تجربه جدید وارد این فضا بشید، ممکنه اتفاقات ارزشمندی رو که فکرش رو نمی کنید درون خودتون تجربه کنید. این فعالسازی ها بر اساس روشی طراحی شده که سالها روی اون کار کردم. روشی که حاصل تجربه شخصی من تو زمینه هیپنوتیزم، برنامه‌ریزی عصبی، کلامی، کار با انرژی، آشنایی با مباحث رشد فردی، آدم‌هایی که دیدم، رشدایی که خودم تجربه کردم، شاگردای میلیارد دلاریامون و همه اینا دخیل شده. و همچنین یک هدیه بسیار ویژه هم برای عزیزانی که عضو گروه میشن در نظر گرفتم. پس حتما تمام جلسات رو تا آخر دنبال کنید. من واقعا برای شروع این سفر هیجان زده هستم. اما قبل از اینکه وارد جلسه اول بشیم یک تمرین برای شما دارم. همونطور که گفتم این جلسه حکم گرم کردن قبل از اون تمرین و شروع رو داره. اولین تمرین اینه که مشخص کنید قراره روی کدوم یکی از اون 9 حوزه زندگی تمرکز کنید. دومین تمرین اینه که نیت خودتون رو برای این دوره بنویسید و اگر توی گروه ثبت نام کردید که پیشنهاد میکنم پشیمون نمیشید حتما این کارو بکنید، اونجا بنویسید من میخونم. لازم نیست فعلا دقیقاً مشخص کنید چه چیزهایی رو میخواید جذب کنید. توی جلسات بعد قدم به قدم یاد میگیرید چطور خواسته هاتون رو دقیق‌تر و شفافتر تعریف کنید. اما فعلا فقط از خودتون بپرسید چرا میخوام این دوره رو ادامه بدم؟ چرا وارد این دوره شدم؟ نیت من از حضور توی این مسیر چیه؟ شاید نیت شما این باشه که نسخه جدیدی از خودتون رو کشف کنید. شاید بخواید تمام تمرین‌های دوره رو یک بار هم شده تا انتها ادامه بدم. یا شاید بخواید اتفاقاتی رو که تو زندگیتون تجربه می‌کنید جدیدتر بشه، بزرگتر بشه، نورانی‌تر بشه. و اگر عضو گروه دوره هستید اون رو با دیگران به اشتراک بذارید. سومین تمرینم اینه که خودتون رو به اعضای گروه معرفی کنید. بگید چه کسی هستید، خودتو پرزنت کن، چرا اینجایی و چه هدفی از حضور تو این مسیر داری. این گروه بچه‌ها میتونه در طول این سفر پشتیبان و همراه شما باشه. من واقعا مشتاقم این مسیر رو در کنار شما ادامه بدم. هر سرعتی که شما انتخاب کنید من هم با همون سرعت کنارتون خواهم بود و قول میدم اگر متعهد بمونید، تمام جلسات رو ببینید، تمرین‌ها رو انجام بدید، فعالیت‌های درونی رو جدی بگیرید، تغییرات شگفت انگیزی رو توی زندگیتون تجربه خواهید کرد. دوستتون دارم. برای شروع جلسه اول بی صبرانه منتظرم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و یادتون باشه شما میتونید به همه چیزهایی که واقعا براتون مهم هست دست پیدا کنید. یکی دو روز آینده جلسه اول رو قرار میدم. در پناه حق یا علیمت.